دهمین سالگرد روزنامه مهاجران ملتی تاجیک با نام آواز تاجیکستانی ها گالوس تاجیکستانسیف. روزنامه مهاجران ملتی تاجیک، روزنامه افشاگری رازهای مهاجران تاجیک، روزنامه حمایتگری حقوقهای مهاجران ملتی تاجیک. آواز تاجیکستانی ها، روزنامه مهاجران تاجیک 10 ساله شد. تبریک. رسانه‌ها، روزنامه و رادیو و تلویزیون، مجله و ورقه‌های ترغیباتی نیروی پیشبرنده وزارت اداره‌ها و تشکیلات جمعیتی خارجی به شمار می‌روند. آره، روزنامه گالوس تاجیکستانسیف که 10 سال قبل سال 2005 در هیئت جنبش جمعیت مهاجران ملتی تاجیک در روسیه روی به جان شده است، نیروی اساسی تشویق و ترغیب این سازمان مذکور به شمار می‌رود. این روزنامه اگر سال 2005 با تعداد 1000 نسخه به چاپ می‌رسیده باشد، بعد سال 2008 تا به امروز به تعداد 50000 نسخه به چاپ می‌رسد و در حدود اوکراین و تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه پهن می‌شود. آره، بعد از پاش خوردن اتحاد شوروی، قسمت زیادی مهاجران کشورهای آسیای میانه چون مهاجرین ملتی وارد بازارهای کاری، ساختمانی، بازار خرید و فروش، مالها، روبوچین کوچه و گلگشت‌ها و قسمت دیگری کارخانه‌های روسیه گردیدند. در این زمان مردم تاجیکستان نیز عمومی به داخل بازار کار روسیه شده، برای پیدا نمودن خوشه از خرمنی، برای دسترس نمودن پاره نانی برای هر خانواده‌شان که بعد جنگ‌های شهروندی در حالت خیلی سنگین قرار داشتند وارد گشتند. در این وقتها جمعیت‌های شهروندان تاجیک که در منطقه‌های روسیه تشکیل شده بودند از عهده عادی این کارها یعنی حمایت شهروندانی خود نمی برآمدند. یک قسمتی رئیسان تاجیکان مناطق روسیه حتی زبان روسی را خوب از خود نکرده بودند، یعنی بیشتری وقتها خود را حمایت کرده نمی‌توانستند، چی باشد که مهاجران ملتی تاجیک را. در این لحظه ها انیقترش ماه اپریل سال 2001 فرزند آبرومندی تاجیک شریف کارامد بقایویچ که خود شهروند روسیه محسوب می‌یافتند با حال و احوال خیلی بدی مردم تاجیک در خارج کشور توجه کرده آن را تحت تحقیق قرار داد. زیاد شهروندان تاجیکستان بعد از جنگ برادرکشی سفر خود را با روسیه دیده می‌خواستند. این یک مهاجرت ملتی بود. بعد از خدمت حربی همچون شخصی افیسر برآمده دیدن از نزدیک با برادران خود هر یک شخصی که عقل فراسر داشت که ناموس ملی داشت می‌خواست که با برادری خود دستی خود دراز کنه. وظیفه مهم و در آن سالهایی که معاهده شوی اولا که با نام تاجیک جمعیت تاجیکان خزینه فوند در تاجیک دیاسپورا در سال 2001 وظیفه اساسی در نزد من و شخصانی که دستگیری می‌کردن نسبتی که زیادتر به ملت خود با تاجیکان یاردمی خودی که مدد رساندن وظیفه اول درجه خود دانستیم. راه‌های دیگر برآوردن از چنین برهان‌ها اگر هر چند ما می‌خواستیم نبود، فقط راه سیستمی امروزی که هست در روسیه پروازشین سیستم نبود. خود ساختاری به وجود میاد و آن ساخته شد، آن پیدا شد در کنفرانسی اولی که 22 اپریل 2001 پیدا شد و در اونجا اشتراک نمودند. سالم فکران اشتراک نمودند، دیگر رهبران جمعیت‌ها اشتراک نمودند، عالمان تاجیکان و عالمان جهانی هم بودند و در همون روز هم ما گفته بودیم که احوال امروزی تاجیک رو در امروز ما باید بها دهیم که وزنینی تاجیکستانیان در بیرون از روسیه که در به مانند غلام بودند. غلام هر کسی که میخواست اونها رو استفاده میبود و از همش و از بهترین وقتی که سخن درباره نام جمعیت را گذاشتن بود. جمعیت که همون کلمه تاجیک پیدا شد، هم فکرانی دیگرانی که نشسته بودن از جمعیت بودن که این نام درست نمی‌افتاد در امروزه بودن روسیه که نام تاجیک به پستی رفته است. نام تاجیک از روی فروختن مواد مخدر، از کشتارها، از دزدی به پستی رفته است. اگر که شما خواهید که این نام را دستگیری کنید، ما با شما همکاری نخواهیم کرد. میتونید همکاری کردن با ما. من نام اون شخصا رو نمیگیرم و گرفتن هم لازم نیست، چون که یک ثبتی هست، ویدیویی هم هست. آنها هستن، زنده و حیات هستن.
آقای شریف سال 2001 در وقت ساختمان تفریح نوی سیاست و اقتصادی کشورهای پاسشوروی و در سطح پست‌ترین قرار داشتن مهاجران ملتی که قسمت زیادی آنها تاجیکستانی بودند، هدف خود قرار داد که کنفرانس هموطنان تاجیک را در شهر مسکو برگزار نموده مطابق قرار قبول کرده آن خزینه دسترسی مهاجران ملتی که از تاجیکستان به روسیه وارد شدند با نام تاجیک دیاسپورا تشکیل نموده پرزیدنت آن انتخاب گردید. طول این سالها مردم تاجیک در داخل روسیه و مشکلاتی سنگین‌ترین دچار می‌شدند. از یک طرف غیرقانونی بازداشت شدن مهاجران ملتی تاجیک، از طرف دیگر ارگان‌های داخلی روسیه، از طرف دیگر ندادن معاش کاری آنها مهاجران ملتی را در حالتی سنگین‌ترین قرار داد. اما سال 2600 جسد مهاجران ملتی تاجیک را که از برای گرسنگی نجات دادن خانواده خود به روسیه آمده بودند به وطن می‌فرستاندند. اما هیئت رهبری تاجیک دیاسپورا با سروری آقای کرامت شریف نوابسته مشکلات زیادی خود را در میان آب و آتش سیاسی داخل روسیه می‌زدند تا حد توانشان دستی مهاجران ملتی تاجیکستان را می‌گرفتند. اما این قطره از بحری بود. در این حال 12 می سال 2003 در شهر مسکو کنفرانس دوم شهروندان تاجیکستان مقیم روسیه را تشکیل نموده. در آن تشکیلاتی بین المللی لیگ خلق‌های تاجیکان را تشکیل نموده. در این کنفرانس کرامت شریف را پرزیدنت آن انتخاب نمودند که تا حال تعداد اعضای آن به 87,000 رسیده است. وضع حالی مهاجران تاجیک به هر حال اگر سبکتر گردیده باشد اما تا کل حال سنگینی‌های زیادی سر راه آنها میشد. رسانه‌های خبری روسیه نسبت مهاجران ملتی که در حدود روسیه قرار گرفته بودند برنامه ایغانگیزی تشکیل می‌کردند. مهاجران ملتی را خطری اساسی زندگان خود می‌شمردند. نهادهای داخلی شهرهای مختلف روسیه به طور عمومی مردم را به محبسخانه‌ها نگاه می‌داشتند که در نتیجه همه شکایت‌های مهاجران ملتی را تنها کرامت شریف به هیئت خود به فوند تشکیلش قبول می‌کرد و برای بهتر شدن وضع حالی هموطنانش مبارزه می‌برد. در این حال بعد عقوبت‌های برای حمایت و حق و حقوق مهاجران ملتی تاجیک در روسیه روزی رسید که باید ترغیب و تشویق جنبش باید بیشتر باشد. از این خاطر سال 2005 با قرار جنبش مهاجران ملتی تاجیک روزنامه گالوس تاجیکستان تشکیل گردید و هیئت کارمندان از خود کارمندان جنبش مهاجران انتخاب شدند. روزنامه برای بازم خودتر بهتر شدن حال مهاجران ملتی و دقیق‌تر معاینه کردن سبب‌های مشکلات آنها خدمت باسزایی کرد. روزنامه مذکور توانست که کار و فعالیت جنبش را در دوریای دور در حدود روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و کشور اوکراین معرفی کرد. حواس همه تلویزیونشگاه روسیه اولا اون بود که اشتراکی موجب در شخصیتی من لازم بود، که در شخصیتی که درباره آزاد رساندن و سنن‌ها وزنی امروزه مهاجران مهنتی، آنها مهاجران مهنتی تمام دولت‌های اسنگی را به نظر می‌گرفتند و زیادتر آنها می‌خواستند دیدن در سیمای تاجیکان، خود سیمای تاجیکان را داشت. و هر چند هم که آینه نیلگونی روسیه در آن وقت، در آن زمانی که یک سیستم دموکراتی پیدا شد در روسیه و صف خود جمعیت‌ها زیاد شده، صف جمعیت‌ها که زیاد شد، نه بلکه از تاجیکان، از دیگر ملت‌هایی که بودن در پس از برهم خوردن دولت شوروی، آنها می‌خواستند که بول آزادانه سخن گفتن در آینه نیلگون و فهماندن بود. اون چیزی که ما می‌خواستیم و کردیم از دست ما می‌آمد و این کم بود. و بعد از اون که 5 سال گذشت از سال 2001 پیدا شدن خزینه فوند تاجیک، خزینه که نه جنبش می‌ده، خزینه دیاسپورای تاجیک با نام تاجیک در روسیه، ما در حقیقت دست دادیم به روزنامه. برای روزنامه رو پیشنهاد کردن، اولا من آموختم چی درباره مهاجر حکومت تاجیکستان گپ بزند و چی درباره مهاجر حکومت امروزه روسیه گپ بزند و اون چیزی که میخواست مهاجر در این صحیفه‌های روزنامه‌های حکومتی هم تاجیکستان و روسیه ثبت نمی‌گشت و داشتن ما روزنامه این وظیفه اولین درجه اساسی من بود که با دیگران هم‌ثبات و همفکر شدم. خیلی دشوار است، اولا که بی‌پولی است، برای یک روزنامه را تشکیل دادن پول زیادی در کار است. برای همین در بین همه شخصیت‌ها جوانان و کلانسالانی که بودن و که اینتلیجنس امروز ما گام می‌زنیم، خواستیم سالم فکر رو از خود کنیم، فکرای خوب از اونها پیشنهاد کنیم که مرحمت خزینه تاجیک شده است، روزنامه تاجیک امروز که است میتونیم ما برآوردن 999 رقم، یکی 999 دونه از این روزنامه با قانونیت امروزه روسیه ممکن است و بعدتر گذراندن برای خط گرفتن خود روزنامه که 2008 برای خط گذاشت.
در این حال 10 نوامبر سال 2007 فوند تاجیک دیاسپور با سروری آقای شریف سبب اساسی تشکیل نمودن انجمن اولین خلقی تاجیکان مقیم روسیه گردید. در جریان انجمن شرکت کنندگان با قرار آمدند که جنبش جمعیت مهاجرین ملتی در حدود روسیه تشکیل کرده شود و با طریق پیشنهاد نامزد کرامت شریف رئیس آن انتخاب گردید. در این حال ریاست جنبش مذکور در شهر و دهات روسیه سفر کرده از حال و احوال مهاجرین ملتی تاجیک خبردار میشد. در همه نشست و جلسه‌ای که با هیئت نمایندگی جنبش برگزار میشد در اون مردم را از قانون و قرارهای حکومت دولتی روسیه درباره مهاجرت قبول میشدن خبردار میکردند. در هر نشست و جلسه تاکید میشد که ما باید فرهنگ بای و پرغناوت خود را، زبان ناب تاجیکی خود را فراموش نسازیم. با یک سخن خط رهبریت جنبش با یک تیر دو نشان را میزد و هم مردم را از طرز حیات آنها دستگیری میکرد و هم ترغیب فرهنگ زبان، عرف و عادتهای خوبی تاجیکیان را میان مردم راه اندازی مینمود. در این راستا 26 سپتامبر سال 2010 در شهر قریم کشور اوکراین در شهر سواستوپل کنفرانس بین‌المللی مهاجرین ملتی تاجیک با شرکت نمایندگان با سروری جمعیت‌های ملی کشورهای روسیه، اوکراین، بلاروسیه و قزاقستان برگزار گردید. در کنفرانس مسئله به همه تشکیلات‌های جمعیتی روسیه و کشورهای مشترک المنافع در راستای حمایت حقوق مهاجران و موضوع تقدیر خلق مورد بررسی قرار گرفت. در اینجا نیز با استفاده از آبروی اعتبار بلند انسانی، فهمیش و دانش عمیق سیاسی کمک به مهاجرین ملتی کرامت شریف رئیس آن تشکیلات بین‌المللی انتخاب گردید. سخنرانی در برنامه‌های تحلیلی تلویزیون‌های جمعیتی دولتی روسیه در موضوع حمایت حق حقوقی مهاجرین ملتی بحث‌ها با ملت‌گرایان روسیه در موضوع بودوباش مهاجرین ملتی در حدود روسیه کاری قریب هر هفته‌ای رهبریت این جنبش مهاجران محسوب می‌یافت. شرکت در برنامه‌های تلویزیونی TV3 تلویزیون و رادیوی کامسومولسکای پراودا، شرکت تلویزیونی میر و چندین فیلم‌های تلویزیونی مقاله و نوشته‌های زیادی در رسانه‌های خطی فدراسیون روسیه خدمات‌های خیلی با قیمت و با قلت جنبش بین‌المللی جمعیت‌های مهاجران تاجیک در فدراسیون روسیه به نشون می‌دهد. امروز نام تاجیکستان، مهاجرین ملتی تاجیک، جنبش بین‌المللی مهاجران تاجیک در روسیه و رئیس جنبش مهاجران شریف کرامت و قایج به همدیگر پیوستند. با آنها یک معنا دارند. بالا برداشتن موقع مهاجران تاجیک در بیرون از وطن، نگهداری فرهنگ بای و پرغناوتی فارسی تاجیکی ما، بلند برداشتن آبروی اعتباری تاجیکان در روسیه، این است شعار اساسی جنبش مهاجران تاجیک در روسیه. امروز شعار ریاست عالی جنبش مهاجران ملتی تاجیک با سروری کرامت شریف با همجایگی با هیئت میلیون نفری مهاجران ملت تاجیک در فدراسیون روسیه این است راه و شیوه ما، این است راه و شیوه من تا عمر من بخواست. این مردم عزیز نگهبان ما خداست. البته تبریکات هم خوب است، هست روزای خوب است، سالهای خوب است. تبریکات من اولی تبریکات من به محرری گزیده یک زن روس انتونینا بالیان پتروونا. این زن از تمام زن‌های تاجیک ممکن از مادر من به تمام ملت دیگر به تمام ملت دیگر خدمت زیاد کرده است. این تبریکات است. با کارمندانی که است تبریکات میگم و باوری کامل دارم که در آینده این گزیده نشریه گزیده آینده نه بلکه در داخل روسیه دسترس تمامی تاجیکستانی‌ها میشود. اگر همین دسترس تمامی آزادانه در هواپیماهای ما، در پایزهای ما، در اتوبوس‌هایی که حرکت میکنن به تاجیکستان، همین روزنامه‌های آواز تاجیکستان دسترس شود، باوری کامل دارن که بازم صلح و وحدت در تاجیکستان خوبتر میشود و یک دیگر فهمی بین این جمعیتایی که در روسیه هستند که دیاسپورای تاجیک هستند یا میزنی با زبان روسی خوبتر میشه بین رهبریت تاجیکستان و مهاجر از این برد میکنند.